شهر دوشنبه مرحله آخرین آمادگی را برای اشتراک در چمپیونات این ساله در کویت برگزار نموده شده است و دسته روشن و رگرتدت باشد. و اکنون این دفعه باز ببینید که چگونه باز همان دو نفر لگیونر گانا سلامان تچی و سپس تیکو فولی گل دوم خود را به دروازه دسته رگرتدت زد و همین طور حساب تغییر یافت 2-0. فرجام کمتر از 5 دقیقه دیگر وقتی اساسی باقی مانده است. حساب 2-0 به نفع فوتبال بازان شهر کولوب. آنها در بازی امروزه هنر خود را واقعا خوب نشان دادند. علل خصوص دو لگیونر سلامان تچی و تیکو فولی که در حقیقت در خط پیش و با اشاره و با ایما و حرکت یکدیگر تلاش کردند و توانستند که توپ دوم را به دروازه علیشیر دادو زنند.
زنگ